درود بر شما همراهان عزیز. بالاخره رسیدیم به آموزش برنامه نویسی غذایی به صورت عملیاتی. از این ویدیو آموزش شروع میشه و روز به روز و توی وعده‌های مختلف میریم جلو. توی بخش آشپزی و سالم‌پزی و استفاده از تجربات از مام فرشته کمک میگیریم و تو بخش علمی قصه من در خدمتتون هستم. البته بیشتر مام فرشته جلوی دوربینه و من هم پشت صحنه اون توضیحات لازم رو بهتون میدم و میریم جلو. امیدوارم که یک منوی خیلی کامل براتون آماده بشه که بتونید غذای سفره خانواده‌تون رو هم خوب انتخاب بکنید و هم سالم و برنامه‌ریزی شده استفاده کنیم. ما فرشته شروع کنیم. سلام. بله حتما. بسی سعادت در کنار دوستان بودن و اینکه خب هر آنچه که ما در این سالها تجربه کردیم در اختیار شما خواهیم گذاشت انشاءالله. صبحونه مناسب برای روز اول سیکل غذایی: املت قارچ با سفیده تخم مرغ. خب ما فرشته ما میخوایم برامون هر شود این غذا رو سالم بپزی، ولی چون روز اول ما سهم چربیامون کمتره، به جایی که از تخم مرغ کامل استفاده کنیم مجبوریم از سفیده تخم مرغ استفاده کنیم. بریم با هم مواد اولیه رو آماده کنیم، اندازه‌اشو به بچه‌ها بگیم و انشالله زحمت پختنش رو به شما بدیم. حتما. چی از این بهتر. بریم برای پختنش. خب بریم سراغ اندازه ها. سفیده تخم مرغ رو داریم که برای مام فرشته 130 گرمه. ما زرده رو جدا میکنیم. مام فرشته این زرده رو بعدا میشه ازش استفاده کرد؟ بله میشه. یه غذای خوب میان وعده باهاش درست کرد. یه میان وعده پروتئینی میتونیم توی روزهای دیگه داشته استفاده باشیم. کنیم. بله مسلما. خب بچه‌ها نگاه کنین، قشنگ زرده رو جدا میکنیم. زرده هم دور نمیریزیم، نگه میداریم برای یه میان وعده. خب تا اینجا 38 گرم تخم مرغ دوم. سفیده رو جدا میکنیم. کیف میکنیم من هم آشپزی بلدم. بله شما هم واردی. خب شد 70 تا. فکر کنم 4 تا سفیده تخم مرغ باید بزنیم تا اون میزان پروتئین لازم رو برای یک نفر، برای شما، برای مام فرشته. دستم هم تمیزه ها. 103 دقیقاً 4 تا سفیده تخم مرغ. این دیگه میشه ملاک شما. اگر حالا شما کالریتون بیشتره طبق آموزش هایی که دادم 139. اوکی. خب این از این. پس شد 4 تا سفیده تخم مرغ. خب دوستان میریم سراغ قارچ که اونم 130 گرمه برای مام فرشته. دیگه حالا شما ببینید اندازه متوسط قارچ ها رو انتخاب کردیم که شما ببینید. اینم حدوداً 130 گرم قارچ برای مام فرشته. خب چقدر کره داریم مام فرشته؟ 10 گرم کره پاستوریزه حیوانی. بریز ببینیم چقدر میشه. نگاه کنید الان یه قاشق عرض شود تقریبا مرباخوری. نگاه کنید من حالا نشون بدم این اندازش که حدوداً همون 10 گرم ما رو میده. و 3 کف دست نان سنگک که میبینی هر کف دست تقریبا حدوداً 30 کالریه که میشه 90 کالری. و خرما برای میل کردن حالا چای دمنوش یا قهوه که عرض کردم صبحونه مجازید در کنار چای و قهوه و دمنوشتون یه چیز شیرین مثلا. حالا به جای خرما میتونید شما عسل، شیره یا شیرینی های طبیعی هم مثلا. اینجا دقیقا جایی که شما میتونید شیرینی طبیعی به جای عرض شود شکر و اینا استفاده کنید. خب یه نوک قاشق هم دارچین و زردچوبه. دوستان عنایت بکنین که
دارچین و زردچوبه و اصلا کلا ادویه‌جات رو سعی کنین از این ادویه سابیا بگیرین که همون لحظه براتون بسابن و توی در بسته نگه دارین که خواص آنتی اکسیدانش از دست نره. نمک هم که حالا نمک دریایی یا نمک صورتی به میزان دلخواه میتونین اضافه کنین. ما فرشه بریم بپزیم. بله عزیز بریم. ما فرشه برای اینکه این املت قارچ رو سالم بپزیم بعد چیکار کنیم؟ خب اول کره رو نمیریزیم داخل تاوه. تاوه رو حرارت میذاریم، قارچ رو میریزیم، همچین که این مقدار با حرارت زیاد آب انداخت پخت، ادویه‌هاشو میریزیم، بعد کره رو آرام دور تاوه میریزیم که بره آرام وسط. وقتی که یه مقداری تفت خورد، تخم مرغا که سفید است اضافه میکنیم، نهایتا میشه املت قارچ. ما فرشه برای که آب بندازه چیکار کردی؟ در لازمه که بذارین که این بخار کنه و یه مقدار آب بیاندازه. وقتی که آب انداخت هم پخته میشه، هم دیگه نیازی به روغن زیاد نداره. همون کری مقداری که گذاشتیم کافی، هم 10 گرم. در رو بر میدارم چون دیگه کاملا آب انداخته. آها، یعنی وقتی آب میندازه دیگه درشو بر میدارین که با اون آبی که انداخته قشنگ هم پخته بشه هم دیگه همه ادویه ها رو بگیریم. احسن. عزیزان همین 10 گرم کره که قرار بود بریزیم داخل قارچ، یعنی بعد از اینکه آبش برچید بله دیگه آبش که دیگه چیده شده، اینو قشنگ محلول میکنیم که همه جاشو بگیره. به هر حال میزانشون کمه به همه نقاطش برسونه. دقیقا. بعد دیگه میتونیم تخم مرغا رو بشکنیم. موقع ریختن تخم مرغ. سفیده تخم مرغ. بله دیگه جدا کردیم، سفیده تخم مرغ رو اضافه میکنیم. بعدش ادویه ها رو میریزیم. ادویه ها رو که ریختیم مرحله دیگه درش رو آخر میذاریم که کاملا سفیده تخم مرغ با قارچ بپزه. مرحله آخر ادویه میریزیم که ادویه خواصش حفظ بشه. خب ما فرشا جان چندیم؟ عزیز درست شده عزیز دلم. به 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 به. دست شما درد نکنه. البته این الان غذا برای 2 نفر شده، یعنی شما همون اندازه که بهتون آموزش دادیم رو در نظر بگیریم و نوش جان کنیم. اوه نوش جان. دوستان یادتون نره که هر وقت نون یا برنج توی غذاتون بود سبزی خوردن فراموش نشه. حالا میتونه کاهو هم باشه که این همونطور که میدونید عرض شود یه جورایی پادزهر کربوهیدراته و صبحونه روز اول سیکل غذایی.